جلت میکشم نمیتونم بگم. دوستان کنترل مدارک شناساییه، لطفا مدارکتون رو در بیارین. بچه ها من میرم. دختر خانم یه لحظه. واسه چی جلومو میگیرین؟ من که کاری نکردم. اگه کاری داره بیار. بیا ببینم. لیست گم شده ها چه ربطی به من داره؟ گفتم کارت شناساییم خونه است، چی کارم؟ بیا حالا معلوم میشه. مامان چرا اینجا پیاده شدیم؟ مامان برای چی آمدیم اینجا؟ بیا. شلوار که قشنگه. مطمئنی که میخوای اینم بدی به بهزیستی؟ آره مامان بده. پاچشو خیلی کوتاه کردن، من نمیپوشمش. باشه. آدم تا وقتی با چشمای خودش اونجا رو نبینه به ذهنش نمیرسه که میتونه لباسای قدیمیشو ببخشه. از طرفی هم وقتی جلو چشم آدمن مجبور میشی یه چیزایی رو بهشون بدی. بچه‌های اونجا پدر و مادر ندارن؟ بعضیاشون دارن ولی میگن نمیتونیم ازشون نگهداری کنیم، میارن میذارن اونجا. نمیدونم اینا چه جور آدمایین. همشون یه جا میخوابن، درسته؟ معلومه دخترم. به اون همه دختر که نمیتونن اتاق شخصی بدن. پس اینم بده. دیگه از مد افتاده. خودت میدونی. 7 ساله که پدرشون فوت کرده. نمیتونم از هر دوتاشون نگهداری کنم. ایلول از این به بعد میسپارم به شما. با تصویب قانون جدید دولت خیلی کمک میکنه. اینو میدونستین خانم؟ اگه بخواین میتونیم راهنماییتون کنیم که کجا بریم. نه نمیخواد. من تصمیممو گرفتم. از این به بعد میسپارمش دست شما. یه بار دیگه فکر کنید. ببینین داره گریه میکنه. دخترتو با همه حقوقش میدی؟ اگه کسی به عنوان فرزند خونده خواست بدیم؟ نه اینو نمیخوام. نمیخوام به یه نفر دیگه بگه مامان. از این به بعد به تو هم نمیگم مامان. اینجا رو امضا کنین. یه لحظه. به همین زودی کارو تموم نکنی نریمان خانم. شاید ایشون نظرشون عوض شد. ببینید گاهی مادران ناچار میشن، از نظر روحی تواناییشون کم میشه، اما بعدش... فرید خانم اینجا یه سازمان دولتیه. ما مشاوره و روانشناسی نداریم. امضا کنین. بعدش میتونم دخترمو پس بگیرم. یعنی نمیدونم. مگه بچه بازی خانم؟ بیا رو ببر. وقتی 18 سالشون شد اون وقت هر جا بخوان میتونن برن.
اینجا چند دست لباس تمیز هست. بقیه وسایلشم فردا میفرستم. ملافه و اینجور چیزام لازمه. حالا که سپردینش اینجا، دولت همه چیزشو تأمین میکنه. دخترم به خدا خستمون کردی دیگه. آخه مگه بیرون چه خبره؟ اصلا فرض کنیم که فرار کردی، چجوری میخوای خرجتو بدی دخترم؟ کجا میخوای بمونی؟ خاله هدیه ولم کن، بس دیگه. هممونو این موش انداختین اینجا تو تله. حاضرم گرسنه بمونم ولی آزاد باشم. دخترم آزادی شکم آدمو سیر نمیکنه. اینجا هم غذا میذارن جلوتون، هم یه سق بالا سرتون. ترجیح میدم از گرسنگی و سرما بمیرم. شما مگه وکیل وصی منین؟ تو را انداختن اینجا؟ نمیتونی فرار کنی عزیزم. از اینجا نمیشه خلاص شد. نمیشه لعنتی، نمیشه. ایلول، دخترم به حرفم گوش بده. فکر میکنی از این که میذارمت اینجا راضیم؟ منم دلم به درد میاد، ولی عزیزم اگه مجبور نبودم این کارو نمیکردم. تو که خودتو نجات دادی، دیگه 17 سالته، ولی من باید به برادرت که تو شکممه فکر کنم، اونم بی پدر بشه. یعنی منو فدا کردی؟ منو فدا کردی تا پسرت و شوهرتو نگه داری؟ آره مامان، اون مرد از روزی که اومد به من نظر داشت، اما تو حرف منو باور نکردی. مامان، قسم میخورم که دارم راست میگم. تو رو خدا بذار اون بره، منو نذار اینجا. بشرا رو چجوری نگه دارم؟ از ستاتون چطوری نگهداری کنم؟ نمیتونم دخترم. باشه، پس برو. بی پدری کم نبود، الان بی مادرم شدم.